بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام و صد سلام و درود به همه شما خوبان. خدا را مسئلت داریم که انشاءالله همونطور که الان شما منو در لباس احرام میبینید، یه روزی بشه که همه شما عزیزان رو در لباس احرام میبینم. همه شما عزیزان انشاءالله با هم همراه باشیم البته در حج بیت رب العالمین. خداوند متعال به همه عزیزان، به همه شما عزیزان حج و عمره رو نصیب بفرمایند. همه اونایی که حج رفتید، عمره رفتید، شوق و عشق علاقه بیش از دیگران دارید. اونایی که حج نرفتن خیلی مشتاقن که خداوند بهشون فرصتی بده که برن حج. اما اونایی که یه بار رفتن، اونایی که یه بار یا دو بار یا 10 بار رفتن، اونها شوق و عشق علاقه شون خیلی خیلی بیشتره، خیلی بیشتر در این خوابن که فرصتی خداوند بده، در این آرزون که خداوند یه فرصتی بده که باز بتونیم بریم به حج خانه خدا. احیانا برخی از دوستان در مورد حج مقالاتی می نویسند یا می پرسند وقتی می خونی کیف می کنی، فکر می کنی که ایشون اصلا در مکه متولد شده و این احساسات و این مشاعر رو به اصطلاح خودش احساس کرده، دیده. وقتی ازش میپرسی میگه که نه من حج نرفتم. خیلی جالب هست. شاعران خوش‌سخنی در مورد حج شعرها میگن. اقبال لاهوری ارمغان حجاز میگه شوق است، عشق است. وقتی میپرسی آقا حج رفتی میگه نرفتم. این شوق چی شده؟ باعث شده که اینها با خیالشون، با خوابشون به حج برن، اون احساسات رو داشته باشن. پس این حج رفتن برای اون کسی که به اصطلاح خداوند براش استطاعت داده. خب کسی که استطاعت داده اون رکن اسلام هست. اگر نره خب میخواد یهودی بمیره، یهودی میخواد بمیره، میخواد مسیحی بمیره، مسیحی به میل خودش. یعنی اینقدر مهم هست. حضرت عمر برای کسی که توانایی حج رفتن داشت و حج نمیرفت روش نماز جنازه نمیخوند. پس حج رکن از دین هست. اما اون کسی که خب رحمت خداست بر ما، لمن استطاع الیه سبیلا، اون کسی که توانمندی داره. حالا اونی که نمیتونه خداوند ازش در میگذره، اون براش اصلا فرض نیست. خب اما چون که فرض نیست دیگه من نباید از اون لذتش محروم باشم. حداقل با مشاعر خودم، با احساسات خودم همراه باشم با حاجی‌ها در این مناسک و اونها مناسک رو انجام میدن. من قلبم رو فرستاده باشم با اونا طواف کنه، با اونا سعی کنه، بره با اونا منا، بره به عرفات، برگرده به مزدلفه، برگرده به منا، بره رمی الجمرات کنه، بیاد طواف افاضه کنه. یعنی من باشون همراهم، با احساساتم همراهم، لحظه به لحظه اونها رو دارم در تلویزیون مشاهده میکنم و آه میکشم که این آه من درهای آسمون ها رو پاره کنه و از خدای من استجابت بگیره، یک دعوت بگیره. بعد از اون منم بیام تو میدون و بگم لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. این فضاست که فضای ایمانی هست. اینجاست که من احساس سعادت میکنم، احساس خوشبختی میکنم. چرا؟ چون این خوشبختی بر قلب من بارونده میشه. فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقا. کسی که در راه من میره، خداوند میگه کسی که اتباع راه من رو میکنه این غیر از سعادت هیچی. فلنحینه حیاتا طیبا. این که عمل صالح میکنه، کار نیک میکنه، ما بهش زندگی سعادتی میدیم. این لا یضل ولا یشقا، این گمراه نمیشه، این شقاوت و نیگونبختی رو نمیبینه. اما نیگونبختی کیه؟ نیگونبخت بدبخت کیه؟ و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. اونی که از یاد خداوند غافله، زندگی پر از بدبختی، پر از سختی، پر از نگونبختی رو داره. طعم سعادت، لذت سعادت رو احساس نمیکنه. آخه چرا؟
اویس ابن عامر که از صالحان یک تشبیه زیبایی میدن، میگن که ببینید شما یه طرفی میخواد بره به جنگ، تو راه که میره میبینه که آقا این به اصطلاح لباس سپری که من پوشیدم خیلی سنگینه، اینو چیکارش کنم تا این همه را من برم این سپرا چیکار، اینو میندازه دور. یکم دیگه میره این کلاهخودی که رو سرم هست سنگینی میکنه، این رو هم میذاره دور. بعد میره هور این بابا این شمشیره چقدر درازه، اذیت هم میکنه، شمشیر رو هم ور میداره میندازه دور. یکم دیگه میره این خورجینه رو چیکارش کنم، این خورجینه آب و غذاشو هم میذاره دور. میره و در مقابل دشمن میسته، حالا گرسنه هست، تشنه هست، سلاحی هم نداره. خب دشمن دیگه میزنه گردنشو میکنه. اینی که ما میگیم شیطان بر ما غالب شده، اینی که ما میگیم لذت زندگی رو نمیبریم، اینی که ما احساس میکنیم که زندگیمون پوچه، خودمون پوچیم، هیچ معنایی برای زندگیمون نیست، ما این افرادیم. در واقع ما شیطان ما رو گول نزده، ما خودمون رو گول زدیم. ما خودمون رو اینقدر افتاده کردیم که شیطان رو قبل از اینکه شیطان ما رو به زمین بزنه ما خودمون رو به زمین زدیم. وقتی که من ذکر خدا و یاد خدا رو میذارم دور، وقت ندارم، وقتی که برای نمازهای نافله و نمازهای سنت وقت ندارم، وقتی که امر به معروف و نهی از منکر برام خیلی سخته، وقتی که آنچه در دنیا اتفاق میفته در جامعه اتفاق میفته برام مهم نیست، وقتی که صله رحم نمی کنم، وقتی که میام حتی فرائضم رو در مسجد ادا نمی کنم، به تأخیر میندازم، من در واقع همون فردم که همه ی اسلحه‌ام رو انداختم دور، همه ی آذوقه‌ام رو انداختم دور. چرا؟ سخته، حوصله‌اش رو ندارم، نمیتونم. با این بهانه ها من خودم رو خلع اصلاح کردم در جلوی دشمن، در شیطان. شیطان وقتی میاد سوار من میشه، در واقع منم که سواری میدم، منم که کمرم رو خم کردم. اگه من این کار رو نکنم، اگر من صلاح خودم رو بگیرم، اگر من آذوقه خودم رو داشته باشم، اگر من با توان و با جرأت باشم، اون وقتی که من میزنم با مشتی تو دهن شیطان، اون وقت نشون غلط کنه که بیاد پیش من. این فرصت بازنگری، این فرصت که ما فیزیکن این رو داریم به نمایش میذاریم. فیزیکن میریم شیطان رو هم تو سرش میزنیم با سنگ. یعنی چی؟ یعنی من میخوام عوض شم، من میخوام این قید و بندایی که هست بشکنم، من میخوام لبیک بگم به ابراهیم بت شکم، من میخوام ابراهیم باشم. ابراهیمی که خداوند متعال به ابراهیم فرمودن ای ابراهیم و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلى كل ضامر یأتین من كل فج عمیق. صدا بزن مردای پیاده بیان، آدمه ها پیاده بیان، سواره بیان، اونم سواره از راه های دور که این راهشون باریک شده اینجا، لیشهدوا منافع لهم، تا اینجا فایده هایی که برایشون هست، فایده ها هست، این فایده ها رو برگیرن. و یذکر اسم الله فی ایام معلومات، و یذکر اسم الله، نام خدا، ذکر خدا، یاد خدا رو بکنن در این روزهای مشخصی که براشون هست، که این منافع بزرگ رو ببینن، فایده ها بگیرن. اگر رفتی به حج، خدا میگه در حج فایده هاست. اگر رفتی به حج فایده نکردی، یعنی حج نکردی، رفتی خودتو اذیت کردی، رفتی پولتو خرج کردی، رفتی نمیدونم جمعیت رو زیاد کردی، حج نکردی. حجی که فایده نداره حج نیست. طرف اومد وارد مسجد شد، فوری 2 رکعت نماز خون، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که اذهب فصلی فانک لم تصلی، برو نماز بخون که تو نماز نخوندی. رفت 2 رکعت نماز خوند، بعد اومد پیش فرمودند برو نماز بخون که تو نماز نخوندی. ای بابا چی شد؟ حتما رسول الله متوجه نیستند که من نماز خوندم. رفت باز 2 رکعت سرشو زد به زمین و اومد فرمودن اذهب فصلی فانک لم تصلی، برو نماز بخون که تو نماز نخوندی. یا رسول الله من دارم نماز خوندم، 3 بار دارم نماز میخونم. نه خیر، این نماز نیست.
هر ایستادن و خم شدن و بالا رفتن و زمین خوردن که نماز نشد. نماز یک قاعده داره، یک اصولی داره، یک ضوابطی داره. بر اساس این ضوابط و اصول و این مفاهیم نماز و ارزش، اون وقت نماز ارزش میشه. وقتی که نماز ارزش شد، اون وقت نماز میشه ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. این نماز تو رو از فحشا و منکر باز میداره. اگر نمازت از فحشا و منکر بازت نداشت، یعنی این که مشکلی هست، یعنی اینی که سنگی تو کفشته، ریگی تو پاته. ما یک معادله داریم، 2 + 2 4. اگر 4 نشد پس اینجا 2 + 2 نیست. اینه که باید این رو مد نظر داشته باشیم. حالا ببینیم مردم میرن به حج، برمیگردن از حج چی میشن؟ اگر ما رفت و اژدها برگشت، این که حاجی نشد. اینه که باید وقتی که از حج برمیگرده یک انسان کاملا جدید باشه. شمایی که میرید به حج، رفتید لباست رو انداختید دور، گناهانت رو انداختید دور، عهد و پیمان بستید با خدا، با سرزمین نبوت، با جایی که همه پیامبران اونجا قدم زدن، با جایی که جبریل اومده، با جایی که وحی اومده. اونجا گفتی که من میرم چی میشم؟ اون انسانی که خداوند متعال ازشون پرسید الستو بربکم قالوا بلا، من شهادت دادم که خداوند یکتاست و جز خدا رو هیچ شریکی نیست. و من با صدای بلند گفتم، در بین خلایق گفتم، همه دارن گواهی میدن، همه که اینجا هستن در شهر من میدونن که من رفتم، همه الان میدونن که من بازگشتم، همه میدونن که من گفتم لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. مثال حق، ندای حقیقت. لیشهدوا منافع لهم، که اونجا برای مؤمنان منفعت هایی هست. آقا چه منفعتی؟ سختی، این همه راه رفتن، این همه پول و هزینه کردن، این همه. اگه واقعا اینطور نیست، به حاجی ها نگاه کنیم. بیشتر افرادی که میان حج اونایی هستند که بار دوم و سوم و چهارمشون هست. حکومت سعودی مونده چی کار کنه؟ آقا یه قانونی میاره که آقا تا 5 سال حق نداری بار دیگه بیای حج. تو پاسپورتت بنویسند، فلان میکنند، تو کامپیوتراشون میذارن، تو وزارتاشون میذارن که آقا اینو دوباره نذاری تا 5 سال که اینجا شلوغه. بذارید فرصت برای دیگرها باشه. اونایی که میخوان برند حج تو صفن مدت ها، سالها در انتظار که نه شما، همه اینا برای چیه؟ اگه واقعا فایده ای توش نمی بود که نمی اومدن. پس یه فایده هایی هست غیر از اون احساس نورانی، غیر از اون تغییر و تحولات دیگه. حتی در رزق و روزیش، و حج و عمره ینفیان الفقر و الذنوب کما ینفی الکیر خبث حدید. حج و عمره طوری گناهان رو دور میکنن، طوری فقر و فاقه و ناداری رو از انسان دور میکنن، همونطور که آتش آهنگری و این کوره میاد زنگ آهنها رو پاک میکنه. پس در حج یک منفعت هایی هست. ان الحج والعمره برای انسان یک تغییر و تحولاتی میارن، انسان رو یه انسانی دیگه میکنن که باعث میشه که همه با شوق و علاقه به سوی حج برن. خب در این حج چی هست؟ فیه آیات بینات مقام ابراهیم. در حج آیات واضح و روشنی هست. مقام ابراهیم، آیا مقام ابراهیم بزرگترین این آیات بینات هست که اینجا خداوند متعال در این آیات و نشانه های حج خیلی هستند که ما انشالله در جلسات بعد بهش اشاره میکنیم. خیلی تا دلت بخواد تو حج آیات روشن الهی هست، انگار معجزات هستند. از جمله این معجزات مقام ابراهیم هست. یعنی این مقام ابراهیم یک نشانه والایی هست، یه سنگی هست که الان وجود داره، هزارها سال عمر و قدمت داره. روی این سنگ خدای متعال کاری کرده که رد پای حضرت ابراهیم اونجا باشه. حالا چرا این سنگ؟
چرا این سنگ؟ سنگ خودش بیانگر یک حکایت هست. خداوند متعال به حضرت ابراهیم امر کرد که بنای کعبه رو برپا کنه. خب حضرت ابراهیم وظیفه داشت که بیاد یک کعبه ای رو درست کنه همونطوری که خداوند متعال میخواست. اما این ابراهیمه، هر که نیست. ان ابراهیم کان امه، ابراهیمی که به تنهایی یه امته. یک امت یعنی چی؟ یعنی همت یک امت رو داره. همه خوبی هایی که در یک ملت، در یک امت باشه در ابراهیم هست. از همتش، از ابتکارش، از پشتکارش، از مردانگیش، از شجاعتش، از ایمانش، ابراهیم به تنهایی یه امت. خب این ابراهیم رو خداوند متعال میگه که بنای کعبه رو برپا کن. ابراهیم هم قد و هیکل داره الحمدلله، میاد و به اندازه‌ای که قد و هیکلش بود نیاز بود که این کارو بکنه و اگر این کارو هم میکرد ادای مسئولیت کرده بود. اما این ابراهیمه. ابراهیم در هر کاری که میکنه خداوند متعال از در مورد ابراهیم میفرماید و اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، وقتی که ابراهیم در یک آزمایش و ابتلای الهی قرار میده فاتمهن نمیکنه، اون را به بهترین وجه، به کامل ترین وجه انجام میده. ابراهیم این کار رو میکنه و ما از اینجا این درس بزرگ رو میگیریم که مثل ابراهیم باشیم، در جدیتیمون، در مسئولیتی که به ما محول میشه اون رو نه تنها انجام میدیم بلکه به بهترین وجه ممکن اون رو انجام بدیم. اینجا ابراهیم چیکار کرد؟ ابراهیم یه سنگ بزرگی که قابل حمل باشه برای خودش و برای فرزندش اسماعیل، این رو گرفت آورد جای دیوار خانه خدا. خانه خدایی که تا آخرین حدی که دست ابراهیم میرسه، تا اونجا بلوکا رو گذاشته بود، سنگا رو گذاشته بود، الان میخواد از اون هم بالاتر ببره. میسته روی همین سنگ و اسماعیل بهش مثلا اون سنگای دیوار رو میده، آجرها یا اون سنگایی که برای دیوار بنا کردن خانه خداست اونا رو میده، اونجا میذاره. این مقام ابراهیم اینجاست. مقام ابراهیم به من بنده میگه که ابراهیم ابتکار کرد در ادای مسئولیت. ابراهیم مسئولیتش رو به بهترین وجه انجام داد. توی مؤمنی که اومدی اینجا مقام ابراهیم رو دیدی. مقام ابراهیم رو از حکمت الهی هم بود که در مطاف باشه که من که میام به خانه خدا اولین چیزی که با اون آشنا میشم جلوی چشمم رو میگیره، جلوی راه هم سبز میشه، مقام ابراهیم هست، جای پای ابراهیم هست. من اومدم اینجا با عهد میبندم با ابراهیم، با پیامبرا که من برگامم برگام شماست، قدم بر قدم شما میگذارم، قدم به قدم پشت سر شما حرکت میکنم. این مقام ابراهیم یک آیت بیناتی هست که من اومدم اینجا. اینجایی که من اومدم کجاست؟ اینجایی که من اومدم امکان نداره من اینجا راه میرم مگر این که بارها و بارها پام گذاشته بشه سر جای پای رسول الله صلی الله علیه و سلم. بارها و بارها پام بیفته سر جای پای ابراهیم علیه السلام. بارها و بارها پام میفته سر جای پای حضرت موسی علیه السلام. بارها و بارها پام میفته جای پیامبران، بارها میفته جای صالحان، بارها جای صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تو مسعی. بارها پایم میفته سر جای پای هاجر، جای پای ابوبکر، عمر، عثمان، علی، سعد، ابن عباس، ابن مسعود، حذیفه، معاذ، همه، سلمان فارسی، همه پام میفته سر پای اونها. من دارم با اونها عهد و پیمان میبندم که منم تو مسیرم. برادر من شما رفتید اما هیچ غمت نباشه. موسی رفتی من هستم. ابراهیم رفتی پشت سرت اشکال نداره من هستم. محمد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شما رفتید اما من هستم. این مقام ابراهیم. خب من اینجا که هستم چجوری میشم؟ ابراهیمی و صفت با ویژگی های ابراهیم. من کاری رو که انجام میدم هدفم این نیست که یه باری رو از شونه بندازم بیرون. وقتی نماز میخونم با عشق و علاقه میخونم.
وقتی صدقه میدم با عشق و علاقه میدم. وقتی صدقه میدم این نیست که زکات که میدی همین که جزئی از قلبشو میکنه میده رای خود دستش هم میلرزه. این نشد. اصلا زکات مال تو نیست. اگه ندی دزدی، چپاولگری، حیله‌گری. اگر زکات رو ندی دزد و چپاولگر و حیله‌گری، مال خدا رو دزدیدی. خداوند متعال بهت 100 میده، میگه آقا اینا از تو، 2.5 از تو نیست. این 2.5% مالی که دادم این از فقیران و مستمنداست. آقا بی این 8 گروه اینم لیستشون به اینا تحویل بده. اون 97.5 مال خودته، این 2.5 مال خودت نیست. پس اینو که میدم با عشق و علاقه بدم، امانته. بعد از این نه بیش از این صدقه میدم، خیرات میدم، با عشق و علاقه میدم. چرا؟ چون که من مقام ابراهیم رو دیدم، چون که در مقام ابراهیم این درس رو گرفتم که مثل ابراهیم باشم، کار رو تا فقط انجام ندم، با بیشتر از اون روش رو انجام بدم. در خیراتم، در رسیدگی به مردم، در جامعه، در امر به معروف از نهی منکر. وقتی که میدم وقت اضافی بدم. میام قرآن رو میخونم، ویل للمطففین، وای جهنم از برای مطففان. این مطففات چیکار میکنن؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم و وزنوهم یخسرون. وقتی که از مردم چیزی میخرن کاملش میخرن، 1 کیلو 1 کیلو، 1 کیلش کیلش. اما وقتی که میدن در مقابل ناقص میدن، کم میدن. آقای معلم، آقای کارمندی که مقام ابراهیم رو دیدی، ویل للمطففین رو خوندی، حقوق تو کامل میخوایی، اما وقت ادای مسئولیت از زیر کار فرار میکنی. طرف میاد کار داره میگه برو فردا بیا، برو فردا بیا. این خیانت هست. تو چه مرگ تو اینجا نشستی؟ پشت این میز برای چه نشستی؟ حقوق میگیری برای کی؟ از چی حق حقوق میگیری؟ حقوقت کامل میخوای اما ادای مسئولیت خیانت میکنی. تو پس ویل للمطففین است. ویل چیه؟ ویل اسم یک دره وحشتناک تو جهنم. وای به حال اون مطففان، اونایی که کمکاری میکنن، اونایی که به اصطلاح وقت دزدی میکنن، اونایی که به اصطلاح زیر کار فرار میکنن. میرفتی آیات بینات رو دیدی، مقام ابراهیم رو دیدی. در مقام ابراهیم چه درس گرفتی؟ نه اینی که من این کار رو میکنم، وظیفه من اینه که 8 ساعت کار کنم، من 10 ساعت میکنم. وظیفه من اینه که اینقدر کار کنم، من بیشترش میکنم. چرا؟ چون که من میخوام ابراهیمی صفت باشم. این بیشترش که میکنم با تلخی نمیکنم، با عشق و علاقه میکنم. ابراهیم وقتی خانه خدا رو بنا کرد با عشق و علاقه بنا کرد. عشق و علاقه ابراهیمی همراه با عشق و علاقه هاجری، همراه با عشق و علاقه اسماعیل فرزند این پیرزن پیرمرد، اینا شدن منسک حج ما. عشق و علاقه ای که در عمق تاریخ ریشه دووند، عشق و علاقه ای که شاخه هاش رسید به آسمون تا به 8. تا روز قیامت مردم میدوند در بین صفا و مروه، هر روزش هم مثل هاجر دوید، اونا میدوند. زنا نمیدوند. زنا راه میرن بین اون 2 لامپای سبزی که هست، آقایون میدوند، خانم ها میجور راحت میرن. چرا خانم ها؟ ما دختران هاجریم، مادرمون دوید، یه زن دوید برای ما همه زنا کافی، شما مردا بدوید. اینه جایگاه و ارزش زن. تمام مؤمنان تا روز قیامت به پای هاجر میرن. هاجر این بزرگ، چون که هاجر بزرگ بود، من هم زنا رو ارزش میدم. زنا ندوند چون که هاجر شکلند. اینه چون که ابراهیم خواست بچه‌شو ذبح کنه. ببین ابراهیم و اسماعیل بر تمام من و شمای مؤمنان منت دارند، فضل دارند. ای قربونشون. تصور کنید که مثلا ابراهیم بچه‌شو ذبح میکرد، قربانی میکرد، یعنی هر یکی از ما در این وحشت میبود که نکنه در خواب ببینه که بچه‌شو ذبح کنه، فردا مجبوراً بره بچه‌شو ذبح کنه. صبر ابراهیم،
صبر اسماعیل، صبر هاجر، رضا به قدر و ایمان ابراهیم، خوشنودی اسماعیل از قدر الهی و اظهار رضایت بر اون، خوشنودی هاجر و ایمان هاجر و اظهار رضایت بر این باعث شد که خداوند متعال این حکم ذبح فرزند رو، قربانی کردن فرزند رو به قربانی کردن یک گوسفندی که اون گوسفند رو خودمون هم میخوریم، خودمون سرش رو میبریم، خودمون میخوریم، کیف میکنیم، تبدیل کرد از یک مشقت، از یک چیز بسیار وحشتناک و سخت به یک چیز خوب و یک نعمت و یک خوشگذرانی. این به خاطر اون رضایت، ایمان و به اصطلاح خوشنودی و اظهار رضایت در مقابل قضا و قدر الهی و صبر اون رادمردان بود که امروز ما خوشحالیم. ببینید چقدر ابراهیم و اسماعیل بر ما حق دارند، چقدر این مردانگی های اونها باعث شده که ما امروز راحت باشیم. حالا ما میریم در این فضا، در مدرسه هاجر، با این آیات بینات از مقام ابراهیم آشنا میشیم تا ما برگردیم ابراهیم و صفت، هاجری و صبر و گذشت و بزرگ منشی اسماعیل رو از اونجا بر بگیریم، پا بذاریم در پای مصطفی صلی الله علیه و سلم و راه سید الانبیا رو به پیش گیریم، برگردیم از خانه خدا پیک رسول الله باشیم، برگردیم از محبت وحی عمل کننده به محبت وحی باشیم. عملش چطوریه؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین مردمانی هستید که برای بشریت انتخاب شدید. ویژگیمون چیه؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، شما امر به معروف میکنید و نهی از منکر. برگشتم با این ویژگی ها، منم انسان صالح و نیک خدا.